نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، ولی باید برای شما به نظرم اتفاق افتاده باشه، شاید هم نیفتاده باشه. هممون به نظر همسایه داریم که میاد خونمون رو میگه به 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 پسرای خوب، به شما اسمتون چی؟ بنده آقا هیراد هستم، نوکر خر پدر شما. آها شما اسمتون چیه؟ به تو چه گاگول؟ یعنی تو اصلا ارشیانا به من اسم گفتم. به ارشیا هیراد، ارشیا یعنی عرش، همیشه بالای 100%. ارشیا یعنی عرش، هیراد یعنی چی پسر گولم؟ یعنی چیزی که میخواد بیاد الان بکش، یعنی خوب. آقا هیراد شما گفتی میخوای خلبان بشی؟ نه من میخوام یه رشته ای انتخاب کنم که فقط بیام تو رو بکشه. چرا که خلبان نشم، اینقدر خوبه. آقا ارشیا میخوای فیلسوف بشی؟ معلومه که نه گاگول، ولی حالا آره حوصله بس ندارم. بله چقدر عالی عزیزان دل من، بندگان من. از پروردگار متشکرم که شما را خلق کرد. امیدوارم که در آینده موفق بشید.